ساتی بنیشنان جاری چه وقت چینه جاری چه وقت چینه آی جاری چه وقت چینه کجا بشیام این درد کس نزانه خب وقتتون بخیر. همونطوری که هگل میگه که حقیقت هیچ راه میان بری ندارد، من هم غالباً به دنبال این نیستم که دیبیت هایی رو که انجام میدم دقایق خاص محدودی داشته باشه. احمد زیدآبادی متریالی رو در فضای رسانه‌ای منتشر کردن و او از پس پرده سخنانی میگوید. برای کی میگوید؟ احمد زیدآبادی و جریانی که احمد زیدآبادی نمایندگی میکند به صورت رسانه‌ای دارد از مسائلی پرده بر می‌دارد و هشدارهایی می‌دهد برای کسانی که دریافت بکنند. به همین خاطر، به خاطر اینکه کارهای کسانی چون احمد زیدآبادی ها بی پاسخ نماند و بدانند که کاری را که دارند می‌کنند کسانی که در این امور دخیلند میشناسند، میدانند و بایستی امورات خود رو در این زمینه تداوم بدن. خب من ابتدا سعی میکنم بگم که احمد زیدآبادی دارد چه میگوید. احمد زیدآبادی یک فایل منتشر کرده تحت عنوان برآمدن قالیباف. البته که من منظور ندارم تمام اون 20 خورده دقیقه این فایل رو پخش بکنم، اما گوشه هایی از این فایل رو پخش میکنم و میگویم که احمد زیدآبادی چه چیز میگوید.
خب احمد زیدآبادی ابتدا سعی میکنه بگه که شخصی به نام محمد باقر قالیباف چگونه محمد باقر قالیباف شد، چه چیزی حول این شخصیت سازی اتفاق افتاد، او کیست. طبیعتاً او به موقعیت سیاسی محمد باقر قالیباف کار داره و بعد از انتخاب دوباره ایشان به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی با رکورد شکنی آرا این قضیه رو داره مطرح میکنه و استدلال میکنه که مطرح کردن اسم قالیباف به عنوان نماینده اتاق ایران و چین، سرمذاکره کننده اول، دارد اخباری را نوید میدهد که گویا از برساخته کردن و مطرح کردن محمد باقر قالیباف قرار است اتفاقی بیفتد و قرار است که نقش ها و رول هایی به عهده محمد باقر قالیباف گذاشته بشه. او سعی میکنه این رو بررسی بکنه، البته با اون زبان محافظه کارانه دربارانه که بایستی حواسش باشه چی داره میگه و چی نمیگه. چیزی که خاص این موقعیت بیکیفریان ایرانی و خصیصه این زبان فارسی است. پرده پوشی، در اغما صحبت کردن، محتاطانه داد و سخن دادن، با ایما و اشاره صحبت کردن، از پس استعاره و مبهم و مغلق و اینها صحبت کردن تا به راحتی بشود همیشه دب بزد و همیشه گفت که نیت چیز دیگری بوده است. برسو ما سعی میکنیم که اول دفعه بگیم که این آقای زیدآبادی داره چی میگه و بعد به امثال آقای زیدآبادی ها بگوییم که آینده را چگونه رقم خواهیم زد و ما این بازی هایی رو که شما دارید مطرح میکنید بلدیم. پس ابتدا میریم سراغ فایل آقای احمد زیدآبادی دقیقه 12 این فایل. برآمدن قالیباف 1 روز پیش. این فایل رو بارگذاری کردن در یوتیوب. رئیسی آقای قالیباف خیلی نتونست به هر حال آقای قالیباف نتونست خیلی موثر باشه. یک دوره هم که البته میدونید با آقای روحانی رقابت کرد، اونجا هم شعارهای خیلی اشتباهی مطرح کرد، اومد مثلا گفت که این خواست بگه. خب این روندی رو میگه از لاریجانی، از قالیباف، از برآمدن قالیباف در فرماندهی کل نیروی انتظامی و کارهایی که صورت میده که نیروی انتظامی رو مدرن‌تر میکنه و بعد اینکه محمد باقر قالیباف رو مطرح میکنن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری و محمد باقر قالیباف که یک سری اصولگرا و به نام انقلابی شیعه دور او را میگیرند، او فکر میکنه که خیالش راحت شده، آرای اینها رو داره، حالا در رقابت با هاشمی و ما بقیه سعی میکنه که طبقه متوسطه رو جلب بکنه. یه سری شعار میده که این شعارها خوشایند حزب اللهیان نمیشه و اونجا احمدی نژاد را پیش میکشن و احمدی نژاد مطرح میشه و گوی سبقت رو از قالیباف میبره و امثال لاریجانی و قالیباف و اینها بعداً این داستان رو میبازن تا فراز مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری دوباره محمد باقر قالیباف در مقابل حسن روحانی. اینجا حالا 2 چهره رو مطرح میکنه در این فراز دقیقه 12. این رو در نظر بگیرید که چه چیزی رو الان داره در مورد قالیباف میگه و چه چیزی رو در مورد حسن روحانی میگه. طلبا و نوع این اعتدالی ها 4% هستن، ما 96% هستیم. نمیدونه حالا معلوم میشه که خیلی هم مشاوران به درد بخوری نداره. خب این که اصلا نمیگرفت در اون موقعیت و بعد هم آقای روحانی هم بهش برخورد کرد که تو در جریان کوی دانشگاه
که گفته بودی دانشجوها بذاریم بیان تو خیابون، میخواستی مثلا قیچیشون کنی و بالاخره بپیچیشون در هم، و اینم نتونست در واقع جواب بده، به این دلیل که ظاهرا حضور ذهن نداشت که با آقای مثلا روحانی بگه بله من این کار رو به فرض کرده باشم، خود شما اون سخنرانی رو به یاد بیارید که چی گفتی که قیمت رو میکنیم، ذره تو میکنین. به هر حال اونجا بازنده شد دیگه، نتونست. خب احمد زیدآبادی اینجا داره میگه که قالیباف در مواجهه با روحانی بهش گفت که تو در ماجرای کوی دانشگاه تهران میخواستی دانشجوها رو قلقم کنی، اما قالیباف چون حضور ذهن نداشت هول شد، نگفت که بله من این کار رو کردم همان زمانی که شما اون سخنرانی ها رو کردی که بگیرید و قیمشان کنید. خب اینجا احمد زیدآبادی داره میگه این دوتا سر و ته یک کرباسن، داره میگه که این دوتا با همن، داره میگه که این دوتا مورد حمایت اتفاقی هن که از همین حالا حرکاتش آغاز شده. اما این حرفایی که داره زیدآبادی میزنه در پس پرده یه چیز وجود داره. مجتبی خامنه ای هیچ کار است. مجتبی خامنه ای عددی نیست. به همین خاطر او الان داره این مقولات رو مطرح میکنه که گویا از پس چهره قالیباف قرار است کسی را در بیاورند. اون کس کیست؟ این حرفایی رو که داره میزنه بعد میگه که این مفاهیم رو اشتباه به کار نبرید. من منظور دارم از این حرفی که میزنم. قالیباف میخواهد یک رضاخان اسلامی باشد، یعنی بیاد در زمینه آنچه که او میگوید توسعه دستوری آمرانه بدهد. اون وقت این باید در چهارچوب نشانه های مذهبی باشد. اینا رو مطرح میکنه. الان هم شما دیدید که همونطوری که داشت مطرح میکرد روند برآمدن قالیباف رو، یک نیم نگاهی هم به روحانی کرد. تو الان داره یواش یواش تصویر واضح میشه که چه چیزی داره اتفاق میفته و زیدآبادی دلهوری چه چیزی داره و چه چیزی او رو وادار میکنه که فایلی رو به نام برآمدن قالیباف مطرح بکنه. میریم سراغ دقایق 22-23 تا پایان آنچه که او داده سخن میدهد. خب پس این یه صغرا کبراهایی میچینه، یه سری مسائل مهم رو مطرح میکنه، بعد میرسه به این قسمت. جام بشه حالا بعد راجع بهش فکر کنیم ببینیم خب اونها چه چیزی در نظر دارن. بعد خب دوستان و دشمنان جدیدی پیدا میشه، یعنی این برنامه اگه بخواد عملی بشه این فرماسیون و نوع چینش نیروهای سیاسی رو در همه جاش به هم میزنه. بعضی ها که تا حالا مثلا در مرکز قدرت بودن میرن به حاشیه، بعضی ها که در حاشیه بودن میان در مرکز. کسانی که تا حالا خب ببینید اینجا داره از اون تحولاتی که میگه که قالیباف رو میخواد بر بکشن، داره میگه چه اتفاقی میفته. بعضیا که تو مرکز بودن میرن حاشیه، بعضیا که تو حاشیه بودن میان در مرکز. خب گفتن این بسیار آسونه که یه عده که در مرکزن به حاشیه میرن، یه عده‌ای که در حاشیه‌ان به مرکز میان. این یعنی همون تلاش برای قبضه کردن قدرت، همون حذف راندخارها، تقلیل دادن قدرتشون و در صورت مقاومت حذف فیزیکی اینها به صورت فردی، شبکه‌ای، جریانی، منزوی کردنشون، به حاشیه راندنشون، رادیکال کردنشون و در مقابل همدیگر قرار دادنشون. داره این رو میگم. خب به زبان ساده داره میگه شما تصوری از این نداری، یعنی که برای درک این حداقل یک قیاس بخوای بسازی باید برگردی به دوران پارادایم شیفت 57. خمینی که رهبر کاریزماتیک نیست، انقلابی که صورت نگرفته، چیزی که پیروزی انقلاب مینامند تسلیم اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی
محمد رضا پهلوی است، اعلام بی‌طرفی. این رو پیروزی انقلاب مینامند و بعد سربرآوردن جریانات کوچک و بزرگی که در این فضای سر کردن دستگاه سرکوب حالا شروع میکنن از پتانسیل گمنامان، بینامانی که ناگهان در خیابان به ظهور میرسند به جذب کردن این نیروها. اونجاست که بعد تصفیه حساب ها شروع میشه. کسانی که در کانون قرار میگیرن به حاشیه میرن، مثل کیا؟ مثل بازرگان، مثل صحابی، مثل ابراهیم یزدی، مثل دکتر کریم سنجابی. اینها فقط کنار گذارده میشوند، اما عده‌ای حذف میشوند، اعدام میشوند. مثل کی؟ مثل قطبزاده. عده‌ای اقدام برای حذف جریانی و حذف چهره‌ای میشوند. مثل کی؟ مثل بنی صدر، مثل مجاهدین خلق، کشتن موسی خیابانی، اعلام جنگ شهری. مثل کی؟ مثل آخوندهایی که یه سر و چهره‌ای برای اینها ساختن، مثل بهشتی، مثل طالقانی، مثل خیلی های دیگه ای که اینا بعداً کله اینها رو میزنن، مثل کودتای خزنده سپاه، مثل حذف حسین علی منتظری قائم مقام رهبری، مثل خیلی ها، مثل خاندان هاشمی هایی که اعدام کردند. پس شما یه روندی رو از این سراغ داری، مثل تمام جریاناتی که بعداً اینها رو تحت نام جریانات منحرف و ضد انقلاب تحت تعقیب قرار دادن. کشتن، شکنجه کردن، بی آبرو کردن، ضبط مال کردن، پراکنده کردن، مأیوس کردن، مستعسل کردند. خب پس اینا این بازی رو بلدن. پس ما یک دوره اینطوری که اینا فکر میکنن به سرعت میتوانند این رو بارگذاری بکنن، سوار بر تحولات، هیجانات و اتفاقاتی رو که دارن روی میدن، اینا رو میخوان انجام بدن. این سخن زیدآبادی یعنی این. پس اینایی که در حاشیه بودن به مرکز میان، اونایی که در مرکز بودن به حاشیه میرن. این سخن بسیار سخن ساده است، اما درکی و تصوری از او چگونه است این گونه بود که من سعی کردم شمه‌ایش رو براتون بگم. مثلا حالا میشه اینا رو هم گفت، یعنی این نیروهای بسیار بسیار تون رو، خصوصا پایداری ها و این بخش از نمایندگان مجلس و اینها با این برنامه نمیتونن سازگار باشند. حالا ممکنه تعدادی به دلیل اینکه نوکر سلطان نه نوکر بادمجون، حالا به صلاح سر خر و قول مولانا کج کنن که آره ما از اول هم همین رو خب دوباره با دقت این رو گوش میدیم. اون داره برای کی پیام میفرسته؟ زیدآبادی داره چی میگه؟ من میخوام این رو دیکود بکنم و اون وقت پاسخ آقای زیدآبادی رو من بدم. درگیر مسائل امنیتی در اون سطح نگرانی از حمله های آنی نباشه و بتونه اون برنامه رو به هر حال با یه تحولات داخلی که خیلی پیچیده خواهد بود، برخوردهای قاعدتاً در برخی جاها پیش خواهد اومد، اون برنامه رو اجرا کنه و یه تکانی بده مثلا به جامعه و اینا. خب قاعدتاً So cremig, so nett. Darauf sind alle Welt. موانع مثلا حقوقی، ساختاری، اینها جلو راه این وجود داره. خب موانع حقوقی، ساختاری جلو راه این وجود داره. ببینید اینجا مجتبی خامنه‌ای هیچ کاره است. یه چهره باید بیارن مقتدر، قدرتمند که بتوانند این قدرت رو تثبیت بکنه. مجتبی خامنه‌ای هیچ کاره است. این اون پیامیه که آقای زیدآبادی داره میده. ببینیم مثلا با چه مکانیزمی میخواد این اتفاق انجام بشه، یا حالا بعد راجع بهش فکر کنیم ببینیم با اونها چه چیزی در نظر دارن. بعد خب دوستان و دشمنان جدیدی پیدا میشه. یعنی این برنامه اگه بخواد عملی بشه، این فرماسیون و نوع چین. خب اینجا دوباره نکته‌ای رو که گفت مهم بود. گفت
اگر این برنامه عملی بشه، محمد باقر قالیباف رو بخوان بیارن که قالیباف بره مذاکره کنه، تفاهم شامل اینهایی باشه که شرکت‌های آمریکایی که خامنه‌ای هم باش مخالفت نداشت بیان در مسئله نفتی سرمایه گذاری بکنن، سعی کنه ببنده با ترکیه، با پاکستان، با مصر، با کشورهای اطراف و سعی بکنه که با شعار یک توسعه، یعنی حاکمیت نئولیبرالی بازار، همینی که هی بهش میگفتن شک، این جناح جبهه پایداری، این جناحی که رفته بودن حزب تمدن نوین اسلامی رو ساخته بودن که بر محور عدالت اجتماعی و این مسائل تکیه کرده بود، حالا اینها کلن رکب نمیخورن، اصلا کلا مثل که اینا تو این پروژن، چون با قالیباف رو اینها یک دست در مجلس با آرای بسیار بالا دوباره رئیس مجلس میکنن برای این تحولات. حالا زیدآبادی میگه این دوستی ها و دشمنی های تازه می آفریند. این مرحله دوستی ها و دشمنی های تازه می آفریند. در کجا؟ در هرم سنگین قدرت. به کجا انتقال پیدا میکنه؟ به بی همه چیزان خیابانی که تبدیل به سربازان بازی هرم قدرت شدن، بازی عدالت رو باور کردن، دلشون میخواد باور بکنن، چون به احتمال زیاد نویده یه آینده میده، یه زندگی بهتر، یه شغل بهتر، یه درآمدی، یه جایی رو بهشون میده. نیروهای سیاسی رو در همه جاش به هم میزنه. بعضی ها که تا حالا مثلا در مرکز قدرت بودن میرن به حاشیه، بعضی ها که در حاشیه بودن میان در مرکز. کسانی که تا حالا مثلا میشه اینا رو هم گفت، یعنی این نیروهای بسیار بسیار تون رو، خصوصا پایداری ها و این بخش از این نمایندگان مجلس و اینها با این برنامه نمیتونن سازگار باشن. حالا ممکنه تعدادی به دلیل اینکه نوکر سلطان نه نوکر بادمجون، حالا به اصطلاح سر خر رو به قول مولانا کج کنن که آره ما از اول هم همین رو میخواستیم، اونا هیچی. خب خیلی خوبه این تیکه رو بذار بفهمیم. میگه که قالیباف از اول اصولگرا بود، اشتباه شعار رو انتخاب کرد، احمدی نژاد رو آوردن. تا قالیباف بود احمدی نژادی نبود. حالا دوباره دارن قالیباف رو مطرح میکنن. بعد گفت که با آرای بسیار بالا که رکورد زنی کرده در تاریخ جمهوری اسلامی، ایشون رئیس مجلس شده دوباره. حالا چرا اینو آوردن؟ چون کارهای بزرگی با این قراره بکنن، قبضه قدرت میخوان بکنن. این قبضه قدرت البته روایت میخواد، این قبضه قدرت چهره سازی میخواد، این قبضه قدرت برای ایجاد پتانسیل قصه گویی آینده مهمه. حالا اینجا دو تا مسئله به وجود میاد. مسئله اول اینه که خب کسانی که دارن از این حمایت میکنن اصولگرایانی، چون جناح احمدی نژاد و جبهه پایداریان، و میگه که خب این جبهه پایداری و احمدی نژاد ولایت مداری و عدالت اجتماعی و اینها رو در نظر بگیری، اما محمد باقر قالیباف به تنهایی و قصه‌ای که میخواد بگه قصه توسعه است، توسعه آمرانه، قصه توسعه سیاست‌های بانک جهانی و سیاست‌های نئولیبرالی بازاره، با شعار زندگی بهتر، مشاغل بیشتر و با اون کارنامه‌ای که در نیروی انتظامی و اون کاری که در شهرداری تهران کرد با برج میلاد و اتوبان‌ها و تقلیدی که از کرباسچی کرد. و میگه خب حالا اینجا امکان داره که پایداری ها در مقابلش بیستن، اما عده هم امکان داره نیستن، چون اینا نوکر سلطانن، نوکر بادمجون که نیستن که میگن از اول هم همینطوری بود. خب حالا شما میفهمی که در این شلم شوربا چه اتفاقی داره میفته. در این شلم شوربایی که هر کسی میخواد برای خودش یه هویت دروغین فیک سیاسی درست بکنه، در اینجا هیچ باوری، هیچ آرمانی وجود نداره، هیچ شخص خاصی وجود نداره، شخصیت سازی میکنن
محافل قدرت یک ضعیفی رو برمیکشن بزرگش میکنن، مجتبی رو گذاشتن اونجا تو آب نمک، حالا به دنبال درست کردن یک چهره مقتدرن. برای چه چیزی؟ برای روایت قصه صورت سوم، فاز سوم موقعیت بیکیفریان ایرانی. پس حالا داره میگه که گول نخورید، جبهه پایداری، طرفداران احمدی نژاد، هیدر کنهای تو خیابون، اینا قسمت اعظمیشون به احتمال زیاد بعدن میگن که ما نوکر سلطان بودیم، که این همون چیزی بود که ما میخواستیم. خب ادامه میدیم. که ایدئولوژیک‌ترند، اصلا دنبال چیزهای دیگری هستند و اونها همینایی که الان با مذاکره مخالفند، با توافق مذاکرند، اینها اسباب زحمت میشند و ممکنه همینجوری که الان مجلس رو عملا تعطیل کردند و نتونه مثلا تو سن به طور عملی برگزار بشه، اینها رو میرن به حاشیه و ممکن اگه بخوان، یعنی دیگه برخورد با اینها بستگی به نوع واکنششون به اوضاع داره. اینا در عوض برخی از این اصلاح طلبان و اینها به ویژه اونایی که نزدیک به این کارگزاران سازندگی هستند و خیلی های دیگه البته که مثلا همین چشماندازی دارند که مثلا هاشمی میخواست و یا حتی خیلی از حامیان خاتمی و اینها که دنبال همینند، اینها بیشتر در اون بخش تکنوکرات و بوروکراتش اینها موقعیت بیشتری پیدا میکنن، جذب میشن، باز میشه فضا. خب حالا هم اشاره کرد اون بخش از کارگزاران کیه؟ حزب عهد ایران. یادتونه که قبل از اخدود خاموشی کشی 2 حزب درست کردن و من گفتم اینا نهادهای پرتاب به آینده هستن که چند هفته طول نکشید اخدود خاموشی کشی را درست کردن. یه حزب درست کردن به اسم حزب تمدن نوین اسلامی، پایداریچی ها، طرفداران احمدی نژاد، اون سوپر انقلابی هایی که بهشون میگفتن سوپر انقلابی. همین کارگزاران و امثال مرعشی و ظریف و اینها هم اومدن یه حزب درست کردن، یه حزب اسم حزب عهد ایران. همون موقع من دیبیت هایی رو دارم که گفتم ببینید پس پشت اینها کیا هستن؟ پس پشت اینهایی که الان مطرح کردن مرعشی و ظریف، پس پشت اینها جریانات دیگه‌ای هستن. اینا ملیجک هایی هستن که شما الان مشاهده میکنی. در نهاد آینده بعد میرن یه خانم مینی ژوپی رو میارن، میگن که این خانم مینی ژوپی مثلا کاندید کرمانه، این بسیار چهره مهمیه. این هیچی نیست. این خانم مینی ژوپی، این خانم مینی ژوپی یه پاپتیه که دستهای بسیار زیادی از پس دامن و مینی ژوپی اینها ورود کرده، داره اینو تکون میده. خب اینا نهادهای پرتاب به آینده بودن. شما ریل گذاری رو دیدید، بازی رو دارید میبینید، اون کشتاری که در خیابون میکنن، اینا زمینه های این بازیه تا روایت سوم رو تراش بدن. خودشون، ارباب آمریکاییشون، ارباب اسرائیلیشون دارن روایت رو تراش میدن. زیدآبادی هم داره اینو میگه. بعد میگه اینایی که بهشون میگن اصلاح طلب که دنبال همین سیاست‌های هاشمی بودن، توسعه آمرانه، نئولیبرالیسم، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حالا اینا استقبال میکنن. اینا کیان؟ اینا ظاهرا همون دزدها، تراستی ها، فاسد ها، قوره نشده مویز شده های اولیگارشن. اینا کیان؟ اینا پاپتی های بیتبار کولیزاده که هیچ تباری ندارن، رفتن جعل شناسنامه کردن، در بهترین حالات یه ساداتی دارن که این سادات هم یهودیان و هیچ ریشه ای ندارن. حالا اینها تبدیل شدن به تکنوکرات. اینا کیان؟ اینا همون تحریم دورزن ها، تراستی ها، پول دوست ها، همونایی که 500 خورده میلیارد دلار در دبی داشتن. اینا همونن که میگفتن عامل فساد و کشتار و اینجور چیزها بودن. که اینا حالا حول محمد باقر قالیباف جمع میشن. محمد باقر قالیباف به اینها کار داره. نمیشه که دزدی، چاپید، خورد، ایستاد، تاراج کرد، بی همه چیزتر کرد، فاسدتر کرد. اینا نباشن. اینا استاد این کارن. اینا کیان؟ اینا شبکه سازی های ترانسنشنال کاپیتال در سرزمین ما هستن.
خب حالا باربا پاپا عوض می شود، میخوان عوضش بکنن، ولی چون این رو آغشته میکنن با یه سری آه و اشک و دود و چه میدونم استراب و استرار و فضای بسیار پر اغماز و سخنان بسیار زیاد و چهره های مختلف، طرف نمیفهمه که کی داره بازی میکنه، چه اتفاقی داره میفته. بخش اول این سخنان من توصیف حرفاییه که زیدآبادی میخواد بزنه و نمیزنه. من تکمیل میکنم داستان رو، پس ادامه میدیم. حالا حتی فضای اقتصاد هم برای فعالیت های چیزی باز میشه، چون نگاه به این تغییر تحول اتفاق میفته. از اون طرف چون نگاه آقای قالیباف به اقتصاد یک نگاه به اصطلاح اقتصاد باز آزاد و آزاد کردن قیمت ها و اینها رو چند بارم صحبت کرده، حتی در حوزه انرژی و اینها. خب در اینجا کسانی که گرایشات چپ و سابقه چپتر دارن باش مخالف میشن، یعنی اصلاح طلبان خیلی چپگرا احتمالاً شروع میکنن نقادی کردن و جریان چپ مارکسیست و اینها هم که الان دو دسته شدن، میدونه حالا خودش. خب پس الان گفت که تکنوکرات های اصلاح طلب با این هستن، برنامه این هست. چپ ها امکان داره شروع بکنن به مخالفت کردن. چرا؟ خب چون اینا رو حذف میکنه، اینا دیگه قصه ندارن داشته باشن. اما به باور من امکان داره حذف نکنه ها، امکان داره سهم اینها رو میدن، سهم اینها هم همین مخالفت هاست تا تنور بازی کردن رو بذارن. اینجا دولت یه چیزیه، محتوای کوزه یه چیز دیگه است. تو چپ میخوای، پدر سوخته میخوای، کلاهبردار میخوای، تا با اینها تنوع و تکثر مغازه رو حفظ بکنی آقای زیدآبادی. اوکی؟ بعد همزمان با این حالا داره میگه که چپ هم حالا دو جبهه شده. این چپایی که تو ایرانن، چپ ناتویی، چپ محور مقاومتی، و تمام اینها روایت ورشکسته میشن، هویت ورشکسته میشن. تمام اونهایی که الان تو خیابونن پرچم تکون میدن، هیدر بازی دارن در میارن و میگن انشالله گربه است. حالا به اینها برمیگردیم که این سیر و تحولات رو میخوان چگونه صورت بدن، ریل گذاری بکنند و پیش ببرن. من دیگر متهم میکنم که به یکی میگه ناتویی، چپ ناتویی، یکی بهش میگه چپ محور مقاومتی. احتمالاً محور مقاومتی ها دیگه میرن به سمت نوع انتقاد شدید و مخالفت و اینها و طرفدار همین نیروهای میشن که احتمالاً محذوف خواهند بود در آینده، مثلا پایداری و اینا با اون میرن. اما ناتوی ها که طرفدار براندازی هستند بالاخره، به خاطر همین هم اسمشون خورده. اما اونها حالا ممکنه که نگاهشون خورده تغییر پیدا کنه. خب اون گروه های حالا برانداز و اینها، اونایی که ملایم ترن در مقابل شرایط جدید موضع ملایم تری میگیرن، اونهایی هم که خیلی تندند و همچنان در موضع سرنگونی تاکید خواهند کرد، اینها در شرایط چیز میرن به حاشیه. چون اگر همچین برنامه اتفاق بیفته اساسا نگاه جامعه اصلا عوض میشه. خب اگر همچین برنامه اتفاق بیفته نگاه جامعه عوض میشه، اپوزیسیون برانداز، اونایی که رادیکالن به حاشیه میرن، اونایی دیگه‌ای که مثل کیا؟ مثل اونایی که رفتن کنگره آزاد ایرانیان آزاد زمانی را در لندن برگزار کردن. خب الان فهمیدی کومله، دموکرات، پژاک با مجید زمانی، ایجنسی قالیباف، یعنی گروه قالیباف، یعنی جریان قالیباف که در لندن برای اینها داشت نهاد سازی میکرد، نهاد رو برای کجا میخواست؟ اینا رو بردن کجا به اینها امضا کردن داستان رو؟ در اون نهاد کنگره ایرانیان. اینا چیکارن در کنگره ایرانیان؟ اینا بوقچی، شیپورچی، توپ جمع کن در این نهادن. برای کی؟ حالا اینا قرار اینها رو امضا بکنند. این کدامه؟ این روایت سوم موقعیت بیکیفریان فاسد جاسوس ایرانیه.
این همونه. خب حالا داره ریل گذاری میکنه همه رو. خیلی چیزا تغییر میکنه و براندازی هم همینجوری گفتم به ویژون و تند هستن اصلا میرن به حاشیه و خیلی کاری ازشون بر نمیاد و اینا. چرا برمیاد آقای زیدآبادی؟ حالا بهت میگم، بذار من حرفا رو بگم بعد بهت میگم برمیاد. شما متوجه خیلی چیزها نیستید. چرا شما به چه امیدی این فایل رو منتشر کردی؟ به امید اینکه واقعیت تاکنونی را بتوانی عوض کنی. به این امید این کارو کردی. به همین خاطر من دارم پاسخ میدم به این فایل شما. مناسبات بین‌المللی و اینها فکر میکنم که در مرحله اول قرار بر عادی سازی رابطه با آمریکا نیست. در مرحله اول با چین، با ژاپن، با بخشی از اروپا و با کشورهای منطقه مثلا مصر به خصوص عربستان، اینها قراره مثلا کار نزدیکتری صورت گیره با ترکیه و پاکستان، حالا این کشورها. ولی با آمریکا همین که میخواد این از یعنی اساس این توافق اینه که یک نوع اعلام عدم تخاصم بین دو کشور پیش بیاد، از دایره تخاصم با هم خارج بشن و اگر این اتفاق بیفته خب اساسا صورت مثلا عوض میشه. خب چه خوب، ما هم بازی رو بلد نبودیم. آمریکا هم دشمن شما بود. توافقی که میخواد صورت بگیره قرار نیست که با آمریکا شما هم پیمان بشید. شما در بهترین حالت اینه که در این دور میافتید با کشورهای حاشیه، میخواید موقعیت لرزان خود را تثبیت بکنید تا ارباب آمریکاییتون تحت نام ترک تخاصم شرکت‌های نفتی رو بفرسته، تاراج نفتتون دوباره سرعت بگیره. بعد حالا هم یه اسم مزخرفی به اسم جمهوری اسلامی دارید و باز وارد فاز سوم دولت ایرانی میشید. حالا تراش‌های بعدی، اسرائیلی که میخواست تجزیه‌تون بکنه چه؟ اسرائیل چی؟ تکلیف اون چیه؟ اسرائیل رفیقتونه؟ اون رفیقتونه. پس داستان این زدن و کشتن و جر دادن ها چی میشه آقای زیدآبادی؟ دروغ بود؟ خب ببینید این حرفایی که الان میزنید بعد موقع تشییع جنازه اون رهبره هستا تو یخچالش کردید ولی امر مسلمین، اون وقت اونجا به دردتون میخوره. منظورتم از مردم این آدم های غیب شده این که شماها از حول حلیم که تو دیگ نیفتن اینا رو میکشید تو خیابون تکون تکونشون میدید. اما بازی اینجا نیست. دیدی این مردم نبودن، شما این مردم میاری تو خیابون میکشی میفرستی. پس دیدی میگیری علی خامنه‌ای و سرداران سپاه رو میکشی، کاری نداره که به جمعیت نیست، که به قولی به ریش نیست که به ریشه است، که باید کسی باشه که بتونه این کارها رو بکنه و اون کسان ظاهراً شما اونا رو میشناسید، شما میدونید اونا کیان. پس اینجا چیزی به نام موج جامعه و افکار عمومی جامعه محلی از اعراب نداره. بازی های انحرافیه. ولی اگر قراره مثلا با آمریکا مثلا کاری انجام بشه، اون چیزی که گفتن شرکت های آمریکایی هر کدوم بخوان در حوزه های نفت و گاز اونجا برن سرمایه گذاری کنن کار کنن، این چیزیست که رهبر قبلی جمهوری اسلامی هم به طور علنی و رسمی اعلام کرده بود که ما مانعی در این ایجاد نخواهیم کرد. حالا این به هر حال بحث مفصلی سری. نهایتا من فکر میکنم که حالا اگر اسرائیلی ها نتونند این روند توافق رو به هم بزنن، توافق انجام بشه، از درون این توافق نیروی سیاسی که اینجا میخواد یعنی مترصد این که یک نقش بزرگی بازی کنه، همه آقای قالیباف و نیروهای اطراف خودش، ائتلاف از برخی از نظامی ها هستند و نیروهای دیگری، حالا تکنوکرات و بوروکراتی که خودشون از قبلش کار کردن و اینها. خلاصه چشمانداز این هست. این روند همجوری گفتم ساده پیش نمیره، اما به نظر میاد که اجتناب ناپذیر شده بنا به شرایط وضعیت کشور. حالا این روند اجتناب ناپذیر شده
اجتناب ناپذیر شده. حالا یک قید گذاشت روش که راه دیگه جز این نداریم. اجتناب ناپذیر شده. ما رو همین وای میسیم و صحبت میکنیم. اوضاع پیش بره در آینده ابعاد این رو باز میکنیم و چالش هایی که داره و بعد واکنش هایی که جامعه نشون میده که به سمت ثبات خواهد رفت، بی ثباتی خواهد رفت، تاثیراتش چی و الی آخر. من این برنامه رو بدون نام خدا آغاز کردم که در آخر هم به نام خدا بگم به عنوان در واقع حسن ختام این بحث و هم همه شما رو به اون بسپارم که در سلامت و صحت و سرفرازی به سر ببرید. خب مرسی آقای احمد زیدآبادی. حالا به خاطر اینکه شما بدونید که کارهایی که میکنید بازخورد داره و کارهاتون رو ادامه بدید، تمام این چیزهایی رو که شما گفتید ما از قبل دیدیم، پیش بینی کردیم. به همین خاطر حرفایی که تو زدی رو من تونستم اضافه بکنم و تکمیل بکنم. دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی شما فکر کنید ما چیز جدیدی کشف کردیم، فقط سخنان شما رو آوردیم که تأییدی باشه بر گفته های گذشته ما. اما شما نمیدونی که ما کی هستیم. حالا من به شماها میگم که ما کی هستیم، چه آینده‌ای رو تخیل کردیم و چگونه کاسه کوزه شما رو بر هم میزنیم. بر همم زدیم، بازیم بلدیم. به همین خاطر هیچ کدوم از این المان هایی که شما مطرح کردید ما براش وقعی قائل نبودیم. ببینید آقای زیدآبادی، همون ابتدا هم گفتم که هگل میگه که برای رسیدن به حقیقت هیچ میانبری وجود نداره. حکم اول، اکثریت جمعیت های بشری آدم های نرمالی هستند که میخواهند در زندگی روزمره تداوم حیات داشته باشند، کاری به امر قدرت ندارند. عده بسیار قلیلی در هر جامعه‌ای کسانی هستند که امر قدرت امر قانونیه براشون. اینها همون کسانی هستند که قصه گویان میشن، راویان میشن، دین سازان میشن، فرقه سازان میشن، سیستم سازان میشن. اینا همون کسانی هستند که شما به عنوان طبقه بزرگان یک جامعه بخش فرهنگ، اخلاق، سیاست، اجتماع رو هدایت میکنند. اما این زمینه‌ای که شما درش قرار گرفتی یه سری مشکلات داره. کدوم مشکلات رو داره؟ این تلاش در حذف با این تردستی ها و رمالی ها و این بازی کردن ها، خب شما تا سطحی به خاطر اینکه در اون حرم قدرت سنگینی وجود داره سعی کردید بازی بکنید. یعنی هم جمعیت غیب شده متراکم حبابی رو دائما به کار بگیرید تا این فضایی که به نام عقل سلیم به افکار عمومی میسازید رو متناقض و جذب شده بکنید. ببینید ما دو نوع آدم داریم. آدم هایی که دارای آگاهی، عقلانیت و ذهن منسجم هستند. آگاهی، عقلانیت و ذهن منسجم. آدم هایی که ذهن های جذب شده دارن و شخصیت های متناقض با رفتارهای متناقض. شما اکثریت آحاد کله های سر یک مجموعه انسانی مرزدار رو جذب شده و متناقض کردید. با کی؟ با همین امکاناتی که در اختیار داشتید. با قبضه قدرت، با انحصارات، با رسانه، با دانشگاه، با بمباران‌های لحظه به لحظه از طریق کانال‌ها و شبکه‌های مختلف، با سرسازی کردن‌ها، جریان سازی کردن‌های تهی، بی معنا، فاقد معنا. اما اینجا یه چیزی وجود داره، یه چیزی به اسم هویت. هویت یعنی خاص بودگی. یعنی این چیز همان چیز است که هست. اون همون اصل این همانی.
یعنی که آتش ماهیتش سوزاندن است، آب ماهیتش یخ زدن است مثلا. به همین خاطر شما وقتی یه هویت میگیرید، خاص میشید، یه انسان خاصی میشید، یه مجموعه خاصی میشید، هر آنچه را که مینمایی هویت توست. یعنی که شما وقتی میگی ما هویت ایرانی داریم، آنچه را که داری بازنمایی میکنی ایرانیت. آن چیست؟ آن بی پرنسیپی است. ببینید شما در بخش متافیزیک یک قصه گفتی از خدا و اسلام و شیعه که وقتی این به معرفت شناسی شما میرسه، به فرهنگ شهادت میرسه، به شناسی مثل حسین میرسه، این وقتی به اخلاق میرسه بایستی اخلاق مردانی حرانه داشته باشه که شما تقییش رو مبنای اخلاقت رو میکنی. یعنی که شما اینجا الان هم متافیزیک رو هم هستی شناسی رو فاسد میکنی و در مقوله اخلاق برای زنده ماندن و اصل مصلحت تقیه رو پیشه میکنی. یعنی تو اصلا یک روده راست تو شکمت نیست، اصلا آدم درستی نیستی. یعنی شما در بخش اخلاقت تمام اون دو مقوله قبلی رو باطل میکنی به نام ایرانی. بعد که به وضعیت سیاست میرسه که چگونگی سازماندهی جامعه است، سازماندهی که کردی سازماندهی غارت تاراج روح آدم هاست. شما با گروگانگیری لذت مردمی هدونیست تابون دندان فاسد در غایتی به نام تعقیب کردن بقا از منظر پلژر هیچ وقت نرسیده می آفرینی. این نکته بعدی. خب این که هویت شما باشه، حالا این هویت شما با اعلانی که از خودتون کردید تضاد داره، تضاد بزرگ داره. مشکلش کجاست برای شما؟ مشکلش اینه که حالا در مقابل یک دیگری که این دیگری هویت یعنی خاص بودگیش کثافت شما رو میکنه و در تضاد با شما قرار میگیره، میداند که موجودی که شما باشید نه موجودی آرمانی، نه موجودی اخلاقی، نه موجودی الهیاتی، نه موجودی آگاهی محور، نه موجودی غایت مدار، نه موجودی انسانی که خاص بودگی در این جهان داره. ببین در این جهان تا داده بخواد کفدار، دروغو، فاسد، خودفروش پیدا میکنی، این هیچ خاص بودگی به طرف نمیده. ولی وقتی تو از یک تمدن داری صحبت میکنی، ادعا کردی که یک تمدنی یک خاص بودگی داری، اوضاعت این میشه. در مقابل این شما حالا در مقابل یک هویت کردی نیستی که این هویت کردی خاص بودگیش در بزرگمنشیشه، در سروریشه. حالا درسته جمعیتی رو که الان داری میبینی جمعیت له شده به اسم کرد قومی شده، اما باز این خاص بودگی که هویتشه، اون چیزی که الان به صورت بسیار سطحی در این موقعیت قوم شدگی گرفته همون ابهت هویتیه که داره. شما حتی در طرز پوشش اینها یه ابهت میبینی، یه بزرگی میبینی، از دستاری که به سر میبندن، از لباسی که میپوشن، علی رغم این که طرف دوچار بحران هویت در درون است، علی رغم این که دوچار الینیشن و از خود بیگانگی شده، اما باز شماها نتونستید به صورت فردی المانهای ظاهری اینها را ازشون بگیرید. حالا یک خودآگاهی کردی در مقابل این جهان متعفن بی هویت شما نیسته. این همون جنگیه که در اون هرم قدرت صورت میگیره. چه اتفاقی میفته؟ ببینید شما برای انجام دادن جنایات و چپاول خود
مجبورید از قواعد بازی استفاده بکنید. همونطوری که گفتی این قالیباف علیرغم اینکه بستن، علیرغم اینکه اجتناب ناپذیره، مجبوره از قواعد بازی استفاده بکنه. به همین خاطر اینها یه سری چیزها رو ریل گذاری کردن. یادتون میاد ماجرای 96 برای اولین بار رضا شاه روحت شاد، ما گفتیم شما دارید یه چیزی رو چال میکنید، دارید ریل گذاری میکنید برای یک آینده‌ای که یک فاز جدیدی میخواد، یک روایت جدیدی میخواد. شما بحث تمدنی رو کنار گذاشتید، در هر دوتا نهایت فساد خود را در بی‌هویت کردن آدم‌های این سرزمین به نام ایرانیت انجام دادی. آریایی باستانی دروغین، شیعه اثناعشری دروغین، هر دو دروغ، جهل. حالا میخواید یه روایت بیارید که اسمش باشه روایت قانون و اقتدار. ما همون موقع هم گفتیم شما این کثافت کده‌ای که به نام ایران ساختی امکان ندارد بدون یک قدرت متمرکز قابل حفظ باشه. شما نمیتونید این رو حفظ بکنید. به همین خاطر از همون موقع شما یک شخصیت مقتدر رو ریل گذاری کردید، بازی رو کشیدید تا کجا؟ سر ماجرای ژینا بازی شکست خوردید، نتونستید این کاری رو که الان میکنید اون موقع بکنید. اونجا میخواستید تحت نام جنبش زنان و انسانهای فلان اینها داستان رو جا بندازید. اینجا تحت نام جنگ خارجی هم کار رو کردید، یه ترکیبی از اینها ساختید تا بتوانید از آنچه بهش گفتید جمهوری فاسد اسلامی که هیچ تبیین نظری، هیچ ایدئولوژی پس پشتش نبود، شما هیچ غایتی را تعقیب نمی کردید، همکار اسرائیل، ایجنسی آمریکا بودید، حالا بتونید صورتکش رو عوض کنید. خب یه سری اگزجره کردن ها، یک سری تصویر سازی ها، حالا حذف مهرگان پاپت، علی خامنه‌ای پاپت، سرداران سپاه دگوری پاپت، اینا رو حذف کنید تا بگید که تحولاتی صورت گرفته. ما اینها رو گفتیم. حالا به کجا میخواید برید؟ چه کار میخواید بکنید؟ ببینید شما یک زمانی این قواعد بازی اینه: دولت، ملت، ناسیونالیزم، ملت و آمادگی و قربانی شدن برای ملت و جامعه، قصه مشترکی که ماها رو در کنار همدیگه قرار میده و این قصه مشترک باعث میشه که ما آماده قربانی کردن خود برای زبان، خاک، کشور یا امر اجتماعی یا قرارداد اجتماعی یا اراده عمومی بشیم. ما هیچ وقت ملت نشدیم، هیچ وقت. هیچ کسی هم آماده دادن هیچ قربانی نیست. هر کشته‌ای هم که میگیرید در پس توهم میگیرید. شما مصادره محبت ها و مهربانی ها میکنید به نفع مفهوم فاسد ایران. شما انحراف میدید، رنج ها، آزار ها، حب و بغض ها رو بر مسیر تنفر از همدیگه، نه از شماها. لذا از عاطفه، انسانیت یک دختر تهرانی مصادره میکنید به نام ایرانی. شکست‌ها، له شدن‌ها، بی‌هویت شدن‌ها، مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن‌ها رو منحرف می‌کنی به تنفر از همدیگر در پس پشت تصویر مهم یک ارباب یا یک حامی. شما این کار رو کردید با آحاد این جمعیت. حالا در یک بزنگاه تاریخی، در اون جایی که ما براتون ریل گذاری کردیم تا اینجا اومدی. چرا فکر میکنی بقیه زور ندارن؟ اینا زور دارن چون سپاه پاسداران هار گاز میگیره، شیعه گاز میگیره. نه آقای زیدآبادی، شما نفهمیدی که شما باید قواعد بازی رو رعایت کنی.
با قواعد بازی بکنی. شما هر پدیده بدی هم که باشی، کثیفی هم که باشی، جنایت هم که بکنی، نباید اشتباه بکنی. چرا اون امر اجتناب ناپذیر رو گفتی؟ خب به خاطر اینکه از این کارها نکنید روایت سومی ندارید که دولت ملت بمانید. شما همه جاسوسید، جاسوس آمریکا و اسرائیلید، طبق هر ناسیونالیزمی به تپ و ریبه هم زدید، همدیگر رو کشتید، مهره‌های بالایی هرم قدرت خودتون رو به دست بیگانه کشتید. همتونم با بیگانه همکارید، دست نشانده همکارید. بعد میخواید از امر ملی، ناسیونالیزم، وطن صحبت بکنید. بله، اشک و آه و پاچگیری و ایرانی بازی و اینها هم سعی میکنید به راه بندازید، اما همتون رنگی نداره. چرا رنگی نداره؟ چون به قول خودتان در این مرکزان به حاشیه رانده شده، حاشیگان به مرکز آمده، اتفاقی میافته، دست همتون رو میشه. اونهایی که دارن غرق میشن اولیگارش بودن، باید یه پا پس بکشن، یا اونایی که مترصد بودن که در پی این فضا به جایگاهی برسند، اتفاقی براشون میفته. خب الان ما چه چیزی رو نمیبینیم؟ ببین، ما ناسیونالیزم نمیبینیم. شما همه دست نشانده جاسوس آمریکا و اسرائیلید. تمام این ترقه بازی ها و هول کردن ها و آدم به کش دادن ها صحنه آرایی یک بازی جدید و یک پوست اندازی بود. کل فاسدین، کل چپاولگران، کل بیریشگان نامتعلق، کل بیتباران، کل هندی پارسی های وارداتی نظام سلطه، شما هنوز در اونجا عین زالو دارید ارتزاق میکنید. نکته اول. نکته دوم، در این ماجرای جمهوری اسلامی بازی و اسرائیل ستیزی با این اطوارها و نیم قربازی هایی که در آوردید، کجا رو فراموش کردی؟ این بحث روایت مداری و تشییع جنازه علی خامنه‌ای و بیایم بریم قرش بدیم و خامنه‌ای مرده. خامنه‌ای رو که خودتون به درک واصل کردید، قربان کفش های خود کردید، نمیتونید بیارید نمایش بدید، چون همه بر جنازه او میخندن. ببینید، شما که یه دم از شیعه‌گری و تندروی و آرمان زدید و این ولی امر مسلمین و نائب امام زمان بود، فتوای قتل آمرانه قتل خمینی را ندادید، خامنه‌ای را ندادید. این اولین وظیفه شرعیتون بود. اون خبرگان فاسد جاکشتون، اون مراجع گایده شیعتون. اوکی؟ الان ما فهمیدیم شیعه‌گری یعنی سوراخ معقد برای صیغه. نه حسین اینجا موجوده، نه کربلایی موجوده، نه شهادتی. خب شما وقتی با یه شیعه روبرو می شدی، در مورد حسین حرف می زد، آزادگی حرف می زد. این جمهوری اسلامی شما میلیون ها دلار هزینه می کرد تا ذهنیت ماها رو بر بسازه، با فیلم، با سریال. آدمی در اون سرزمین نیست که آدرس کوچه پس کوچه های کوفه رو بلد نباشه، با تمام مردم کوفه رفیق نباشه. چرا؟ چون سریال مختار ثقفی دیوانه کرد این مردم رو. ولی مثل که شما همتون انتار انفی هستید. چه شد انتقام خون رهبر مسلمین جهان، نائب امام زمان؟ چرا فتوا نمیدید؟ آقا توپچی ترقه در نکنید، ساختمون تخریب نکنید، کارسازی و شرکت سازی برای خودتون نکنید، یه فتوا بدید. چرا فتوا نمیدید؟ به خاطر اینکه فتوا جدی ترین کاریه که میتونید بکنید. شما یه فتوا بدید، یه 400 میلیونی ظاهرا متوهم شیعه وجود داره، امکان داره اون وقت سایه مرگ بر گرد خانواده ترامپ، بر گرد خانواده هکس، بر گرد خانواده تمام اونهایی که در این پروژه بودند، حالا سایه مرگ بر سر اینها تا آن روزی که زنده هستند میچرخد. خانواده بنیامین نتانیاهو، سران موساد، سران آمون،
سران کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا تا اون روزی که میمیرن خودشون ذریتشون باید در انتظار مرگ ناگهانی باشن. و چرا این کارو نمی کنید؟ به خاطر که بازی جدی میشه. بابا ما یه مش شیعه فاسد انجمن حجتیم که با دختره خودمون هم سکس میکنیم. ما یه مشت فرقه ایم که از امر جنسی استفاده میکنیم تا بتونیم کانونهای قدرت رو نگه بداریم. اینا رو مردم نمیدونن، خودمون که میدونیم، منم میدونم. ولی آقای زیدآبادی یادتون باشه برای اینکه یه گلوله رو در خیابان بر پیشانی و نقش پیشانی کسی بذاری، شما باید برای این گلوله روایتی داشته باشی. این گلوله تو مشروعیت داشته باشه به پیشانی طرف میزنی. این گلوله رو وقتی به پیشانیش میزنی اون دیگه حالا المان ایدئولوژی رو از دست داده باشه، چه ناسیونالیسم، چه متافیزیک، چه الهیات و چه هر چیز دیگری، او باید از دست داده باشه. خب الان ما دیدیم که شما ناسیونالیسم نداری، ایدئولوژی شیعه هم نداری، تبار تاریخی، اشرافیت و بزرگی هم نداری، نامتعلقی به این سرزمین. اجدادت کولی هندی فارسی بودن، 200-300 سال اومدن اینجا، 150 سال اومدن اینجا، ارمنی گرجی بودن، وارداتی بودن، ایجنسی هایی که کانون های اولیه اینترتینمنت شهرهای استعماری رو میسازن، جندخانه، امرتخانه، شیرکشخانه، قهوه‌خانه، تریاکخانه و قهوه‌خانه. شما ذریت اینایی که بعداً میشی سید و آقا و جعل اینها میکنید. شما نمیتونید از تبار ایلی خودتون بگید، نمیتونید بگید که چگونه بر زمین ارتزاق میکردید. شما یه مشت کولی دورگرد بیوطن نامتعلق به هیچ خاکی بودید. شما فقط بنده پول و وفادار به پولید. خب اینجا خودآگاهی کردی، آیین کردان در مقابل شما میسته. این کاری که من دارم میکنم مشروعیت بخشی به حذف فیزیکیتونه. خب ببینید شما صلاحیت مالکیت مملکتی رو ندارید. قصه ایرانتان قصه ناقص، باطل و فاسد بود. حالا فکر میکنید با روایت تکثر جمعیتی بیاریم امضاش بکنیم، رضاخان داریم میاریم. حالا دیدید چرا شازده پهلوی رو علم کردید؟ همه الان شاه میخوان، همه ویتامین شاهی بدنشون کم شده، میخواد بر بدن شاه بزنه. دختره پی‌اچ‌دی داره، داد میزنه بیا خود بنما. شاه میخواد دختره، بچه بابا شاه میخواد، باید شاه بهش بدی. حالا همه رو در چنته خود داری. مجتبی اخته غیبی این میتونه بشه یه پادشاه مشروطه، یه سلطان مشروطه عقیمی که یه کاخ براش میسازیم میندازیم اونجا اگر زنده باشه. اگه بخوایم قدرت رو دست کی میندازیم؟ یک مصلح بزرگی، روحانی یا محمد باقر قالیباف. شما آدرس هر دوتا رو دادی، یعنی روحانی هم زدی. بعد اینا رو کی قراره بخره؟ خب یه عده که شازده باز بودن، شاه میخواستن. شما میخواستی بگی که این مردم مفلوک مستعسل یک چهره مقتدر میخوان که قدرت بگیره. قالیباف، روحانی، در بین شما بیکیفریان دولت ایرانی هیچ مرد بزرگی وجود نداره. در بین شما بزرگی وجود نداره. شما یه مشت کولی ارتقا یافته. ببین کولی خدمات جنسی میده، قتلم میکنه، سیخ و سنجاق هم درست میکنه، فالت هم میگیره، رمالی میکنه. برو پارکای تهران وایسا، زن هر کاری برات میکنه. شما یه مشت کولی ارتقا یافته، قتلم میکنی ها، اما خدمات جنسی هم میدی. اوکی؟ هر کاری میکنی. شما آدمای بزرگی نیستید. به همین خاطره که مثل خرتو گلگیر کردید. حالا یه عدم آدم رو بردید تو خیابون، طرف باور کرده هیدر به عقلش نمیرسه بگه فتوای شیعه کو. خب حالا یواش یواش به عقلش میرسه.
بعد میبرید طرف رو داغ میکنید، مثل مجاهدین ها خونشون رو مباح میکنید، اینا رو میکشید. اینا یادشون نیست، از تاریخ درس نگرفتن، باورشون شد که چیزی هستن. اینا دعوا بود. نوباوگان جدید با رندخارهای قدیم حالا با هم رفیقن. بسیار عالی. خوبه. این فضاییه که شما پتانسیل تحقیر کرد قومی شده رو فراموش کردی، نه؟ شما هویت انسان کردی که هویت انسان سروره تغییر دادی. حالا این موجود با خودش در تناقضه و یک تحقیر سیستماتیک تاریخی به اینها دادی. این یک پتانسیله فورانی آتش نشانیه که شماها رو ذوب میکنه. دیدیم که علیرغم تمام بازی هایی که کردید، سرسازی هایی که براش کردید، باز چون اون هویت رو داره، کانون عدم استقرار شما بوده. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما به عنوان دولت قانون تمدن ایرانی فاسدت رو از دست دادی. شما یه مشت زالوی رانتخور ایجنسی ترانسنشنال کاپیتال با بازی هایی که کردی، با این پیچیدگی شیعه بازی و ایرانی گایده‌ای که داری بازی میکنی، نمیتوانی خون کثیف خود را از ریختن نجات بدی. ببینید، هر کاری یه سری مقدمات داره. شما تلمبار کرده بودید 100 خورده سال انباشت رو تا خودتون رو موجه جلوه بدید. ها؟ شما خون مردم رو، خون دیگران رو مباح کرده بودی پس پشت یه سری مفاهیمی که اندازه‌گیری هاش مشخص نبود. ناسیونالیسم، ایرانیت، ملیت، همه این حناها رنگ باخت. حالا یه اتفاق براتون میفته. شما طبق قواعد بازی نمیتونی بهش کسی حمله بکنی، نمیتونی. لذا شروع میکنی به جنایت، حذف‌های خارج از دایره قواعد بازی. در اون بازی ما هم خیلی خوب بلدیم بازی کنیم، خیلی خوب. اولا آغاز نابودی شما از آنجای اتفاق افتاد که تمامیت ماهیت کثیف شما آشکارا و برملا شد. این آغاز نابودی شماست. اینه که یه روز، یه ماه، 2 سال، 1 سال بر اون اریکه قدرت بتوانی با همین لباس بنشینی، چیزی رو تغییر نمیده، چون تو بالاخره این ما تحت را از دست میدهی. خب حالا بازیتون چه شکلیه؟ بازیتون این شکلیه که نمیشه که روایت نداشت که ما یه مشت ارد دادیم، گفتیم شیعه‌ایم، خیلی مهمیم، تمدن داریم، از تمدن هم چای نبات و تریاک و قرمه سبزی و قره بابا کمر و از این چیزا رو بلد بودیم نشون بدیم. شرافت که ندارید، شهسواری که شما یک شهسوار ندارید، یک مرد ندارید. شما کاری که میکنید اینه که کچه‌وال تنتون میکنید، اما ماهیت یک مورد تجاوز واقع گرفته رو در سطح جهانی از خودتون نشون میدید. بعد این سطح تجاوز شدگی خود رو به عنوان دستاورد به فامیلاتون، رفیقاتون، اطرافیانتون، آدم‌هایی که شکل خودتون کردید میفروشید. خب همین جریانی که تو بهش میگی شیعه بازی زورش زیاد شده بود، الان مشخص شد این خودش همکار آمریکاست. این خودش داره بدو میدوه کفشای آمریکا رو واکس بزنه، آمریکا اینو تایید کنه. پس هیدر کردن ها، انگشتر عقیق در دست گرفتن ها، جست مارکسیست گرفتن ها، به دنبال عدالت اجتماعی بودن ها، بر خاک فنا رفت. حرف مفت بود. یک مشت بی بیزه بی هویت اخته مخنث که برای $100 در رقاصی میافتن. کاکاسیا ارباب خودم سامبلی بولیکم، ارباب خودم بز قندی. شما همه کاکاسیایید، شما همه کاکاسیایید. تمام بر ساختگان موقعیت بیکیفریان ایرانی.
کاکاسیا غلامسیا ارباب خودم سامبلی بلی. کسانی که فهمیدن شما یه مش کاکاسیای ارباب خودم سامبلی بلی کنید، کشتنتون، نابود کردنتون در خیابانهای تهران بسیار آسانه. پیمان حیدری تصمیم گرفته وجود لوث کثیف شماها رو در دنیا پاک میکنه. اگر شخص خودش پاک نکنه، کلامش، دینی که ساخته، فرقه‌ای که ساخته، هر آنچه که میخوای اسم بذاری. ماکیاولی گفت باید از ایتالیا دفاع کرد، به مردی یا نامردی. اگر قرار برای نابودی شماها دین درست بشه، درست شده. اگر قرار برای نابودی شما فرقه درست بشه، درست شده. اگر قرار برای نابودی شما روایت آخر الزمانی درست بشه، درست شده. درست شده و عمل میکنه. شما نتیجه و ثمره کم مقداری خود بودید. شما حتی در این زمینه جنایات و فساد شیپیش های ته جیب اروپاییام نبودید. خیلی کثیفید. حالا میخواید نمایش قانون رو به راه بندازید. روایت سوم، ایرانی ها دیگه خسته شدن، ایرانی ها دیگه چونشون پاره شده، ایرانی ها زندگی خوب میخواهند. تو چه کار کردی؟ تو یه مشت فاسد و بی پدر و مادر و یه مشت نامتعلق و اینا رو آوردی، حالا داری تغییر صورتک میدی. من و آخذ کردان نمیذاره یه آب خوش از گلوتون پایین بره. خطاب منم به تمام اون انترهایی که تو خیابون میبرید به نام عدالت اجتماعی و بچه فاسد شیعه و هیئتی باز جرقی و دیدید تنتون رنگی نداره. عرق کردناتون، گاز گرفتناتون، شیعه بازیاتون. شما ماهیتت اینه که شما از این به بعد با هر کسی صحبت بکنی، تحریش داشته باشی، دم از شیعه گری بزنی، طرف میگه که بابا بخوای بحث صحرای کربلا میگی شلوارتو در بیار بابا، داری عددن تو کونی هستی، درار شلوارتو، توی سیغه ای هستی، درار. چرا؟ چون شما همین رو بروز و ظهور دادی. پس آقای زیدآبادی بذار جمع کنن داستان رو برن. نه نمیتونن بازی رو جا بندازی. شما به استقرار نخواهید رسید. من نمیذارم شماها در تهران بار دیگری بر علیکه قدرت بنشینید. من نمیذارم روایت فاسد ایرانیتان ادامه حیات بده. من نمیذارم بوروکراسی برساخته متعلق به ارباب خارجیتان ادامه بده. نه، من نمیذارم. متغیرهای دیگر رو هم به بازی میگیرم و بازی رو خوب بلدم. پس آقای زیدآبادی ما بازی رو بلدیم. به همین خاطر این پدرسوخته‌هایی که تحت نام گروه‌های فاسد کرد قومی اتنیکی درست کردی، اینا یه مشت پوفیوزن که ما پوست اینا رو میکنیم و از روز اول اینا رو باطل کردیم. به هر انتری مثل کاکاسیا اینا رو وادار بکنی هیچ بردی نخواهد داشت، چون ما هستیم. تا زمانی که ما هستیم شما استیلا پیدا نمی کنی. تا زمانی که این صدای من ماند و برای ابد ماند، جهانی که آوردم برای ابد ماند، جهان تو نابود شده، تو نابود میشی و نابودتون میکنیم. شما از این گذرگاه عبور نمی کنی. حالا که تو تهران شروع میکنید به ما تحت همدیگر تجاوز کردن ها، اگر من فکر میکنم که تجاوزات همدیگر تحمل میکنید، ولی امیدوارم چنان بهتون به همدیگه تجاوز بکنید حداقل صدای آه و فغان شماها رو ما بشنویم که میشنویم. چقدر بی آبرویی چیز بدیه. چقدر بده کسی تو رو جدی نگیره. چقدر بده که بی شخصیت باشید. اونجاست که دردتون میگیره. آی زیدآبادی، این ایرانی بازیاتون
شما باور کرده بودید یه مرامی هم دارید، لوتی هم هستید، مردم باور کرده بودید، آزاده هم هستید. الان برای خودتون مشخص میشه که شما یه مش جعقی فاسد سیغه‌ای بیشرفید. حالا هیچ کسی جدی نمیگیره شماها رو، کارتون به خودکشی میرسه. شما فاسدها حتی برای اینکه بتونید ادامه حیات بدید بایستی میتوانستید به خودتون بقبولونید که آدم های بزرگی هستید. تمام اون علمان های ظاهری رو که سعیش داشتید دورش داشتید قصه میگفتید همه باطل شد، چهره کریه شما در افتاد. حالا ما پاره کردن ها رو میبینیم، پس همه با هم بستن. حالا جبهه پایداری با اصلاح طلب یکیه، اصلاح طلب با جبهه پایداری یکیه، حزب عهد ایران با حزب ایران نوین یکیه، این چونده با اون چونده یکیه، امر اشتراکیشون در دادنه. به همین خاطر مفهوم کنده رو میسازه. قیاس اندازاش بی نهایت. ببینید شما وقتی در همه رذالتی در بی نهایت هستی توان بقا نخواهی داشت، ادامه نمیتونی بدی. حالا ما هرچه پیشتر میریم آقای احمد زیدآبادی، شما آنچه رو که میدونی بفرست، اونی که بخواد بدون ازش استفاده بکنه ازش استفاده میکنه. حرفایی که زدی برای ما جدید نبود، ما بازی رو بلدیم. به همین خاطر نگاه کن، کل حرفای منو بررسی کن، تو فهمیدی من تمام اینها رو باطل کردم. چرا باطل کردم؟ به خاطر که حالا میخوام باهاتون روبرو بشم. قبل از اینکه دشنه رو در بیارم، اسلحه رو در بیارم، باید این اسلحه من حماسه ها پشت خود میداشت، باید مشروعیت میداشت چکاندن ماشه. و من اون بنیان رو استوار که کردم، کشتن اینا کاری نداره. روزتون بخیر.